درود بر شما دوستان، من امیرحسینم و منم صدرام. امروز اومدیم یه دنیای جدیدی و درش رو بروتون باز کنیم و شما رو وارد این دنیای زیبایی که خودمونم تقریبا یک سالی میشه وارد شدیم وارد بکنیم. پس با ما باشید. خب مبحث خط یه چیز جدیه. معمولا افراد ثروتمند وارد شدن و مشتریاش اینجور افراد هستن، ولی خب یه سری افراد هم مثل ما هستن وضع عجیبی ندارن ولی علاقه‌مند این اعداد و این بازی بینشون هستن و این هماهنگی‌ها رو ارزشش رو میدونن. یه جور عشق بازیه. درسته. مثال یه خطی هست آقا 912 111، این فرق اینو با یه خط مثلا 905 746 میفهمیم و اینو درکش میکنیم و یه جوری شده یه سرگرمی بزرگ زندگیمون. خب موضوع ویدیو امروزمون اینه که آقا صاحب این خطایی که میخوایم بگیم به نظرتون الان کجای دنیا، کجای در ایرانن، دارن چیکار میکنن؟ این خیلی مبحث جالبیه. من خودم برای فان خیلی وقتا اینو با خودم مرور میکنم. آقا اولیشو بگو. آقا 912 121 22 21 به نظرتون آقا چند سالشه؟ چه شکلیه؟ 45 سال، یک آدم با بدن زیبا، یک شرکت ساختمانسازی، ماشینی. چی؟ ماشین چی؟ ماشین چی؟ من فکر میکنم مثلا سری 7 نداره، احساس کنم تویوتا لند ماشین هایی داره این آقا. آره نه دیلی درایوش چیه؟ اون که باش میره سر کار، 528. من میگم این بالاتر. به نظر ارزش خطش چقدره؟ یه بار دیگه میشه بشنوم. 121 22 21 بالای 2-3 میلیارد. من میگم فکر می‌کنم هولوش 3 تومن باشه و به نظرم BMW 528 هولوش 6 و نیم قیمتش. اونقدر به نظرم بیشتر از این پول داره، یعنی نمیاد نصف پول ماشینشو بده به خط. هم نظری من میگم مثلا با لندکروزر پرادوش اگه آلمانی بازه به نظرم سری 7 730 الای 2017 داره. باش میره سر ساختموناش. میشکی هم هست رنگش، باشم میره سر ساختمون. خونش کجاست؟ خونش احتمالاً فرشته فکر می‌کنم باشه. چند تا زن نه داره؟ اگر فرشته بود یه 111 نورمال می‌خرید که فقط بگه 111. یعنی پنتهاوس داره که ممکنه مثلا یه الهی است، فرشته نیست. چون فرشته یه واحد 250 متری نوبلیه. آره ولی هم یه هیکل نداره. من میگم آقای 45 ساله رو موافقم. سایه ریشاش سایه داره. آره موافقم. یه ذره سیاه ریشاش خیلی. چند تا زن داره؟ به نظرم 2 تا زن داره و به جفتشون دختره. نه به نظرم به جفتشون گفته آقا من یه زن دارم. یعنی 2 تا زن توی خونه؟ نه به این میگه آقا دارم میرم پیش مثلا الناز. بعد توی یه خونه دیگه داره میره. اون خونه رو اجاره کرده برای زنه تنهاش زندگی کنه. ولی جای پایینی نیست. یه پایین‌تر از پاسداران نیست. 2 تا 3 تا محله پایین‌تر از خودش. آره پاسداران میفته. خب به نظرم خونه زنجیر. خط بعدی 111 35 53 آینه است. 111 35 53. این آقا یه وضع مالی متوسط داره به نظر من. چرا 111 آینه داره؟ چرا 111 میگم یه ذره 111 آینه داره. تو دهن نمیاد. نه اینجوری نگو. من مخالفم بسیار. به نظر من این آقا سن اولوش 60 رو داره. بازاری از آفرین. یه قواره بازار مغازه داره. اولوش 100 تومن قیمت میخوره الان بازار بزرگ تهران. مغازه. فکر کنم طلا فروش باشه. فکر نمی‌کنم مثلا حاج علی. احساس می‌کنم یه اسم مثلا از این اسمایی داره که اسمش با فامیلیش میگن. مثلا خب مثال نمیشه زد، شاید یکی واقعا اسمش این باشه. البته چیز خوب دارم میگم، مثلا علی نصیری. حاج علی نصیری مثلا سنش بره بالاتر، اولش 50 خورده‌ایه. 55. آره حاج علی نصیری هم ممکنش بگم. حاجیه مثلا. ماشین زیر پاشه. ماشین زیر پاش من به نظرم میتونه سوسکی کار کنه. میتونه شواف کنه. به نظرم پرشیا. نه دیگه پرشیا نه. به نظرم مثلا یه پرادوی 2007 داره. بعد پرادو بره بازار.
آره با بازار میره دیگه، با بازار سری 7 بری خط میندازنش. پرادو کسی گفتم شاید مثلا یه مدلیه احساس مردونگی. بعد پرادوی 12 یا 14 خیلی 14 دیگه خانواده داره طرف. گفتم 12 شاید آفرود بچه‌هاش میره با نمیره، خواهرچه‌ها نمیکنه. تنهاست. خب بریم سراغ بعدی. بعدی 912 666 66 66. خب ببینید بحث خیلی داغ شد. قیمتش هم از این هلوش 3 تومن 4 تومن خیلی رفت بالاتر این از نظرم. یعنی شما بگو 912 7 تا 6 درست. به نظرت چه قیمت میخوره؟ بالای 20 تومن. خیلی پایین داری میگی. من میگم هلوش 50 میخوره. 50 میلیارد. من میگم این آقا تو کار واردات صادرات ماشینه. ماشین. من میگم تو کار کامپیوتره. برنامه‌نویس؟ نه مثلا سی پی یو چه میدونم لوازم پی سی جمع میکنه. خب ببین اون شرکت داره. نه شرکت داره، نه اینکه بری خونش مثلا یه دخمه باشه برای 4 تا. میدونم این چیز هست سرم. ولی 50 میلیارد پول خط. خب من یه چیز دیگه اینجا این آقا یکی از پی سی فروشای نسبتا معروف تهرانه و کارت گرافیک میسازه، نه اینکه وارد کنه مثلا کارت گرافیک ایرانی میسازه با کیفیت بالا. نمیگم ولی کیه اسمشو، ولی ماشینش چیه؟ نمیدونم خونش کجاست؟ ماشینش چیه. الان بهت میگم سری 7 مشکیه. داره واقعا؟ نه آها، مثال دارم. به نظرم یه بیماری سری 7 مشکی داره. مغازش کجاست؟ مغازش متوسط یا مثلا اینجا خفن؟ مغازش حالا مغازش یه جاست. نمیدونم یه پاساژیه که ولی مثلا یوتیوبرها میرن پیشش؟ نه خب احساس کنم بیشتر با بازاریا گرم گرفته، ریشه داره تا اینکه مثلا بره سراغ افراد. چه ریشه داشته باشه چه نداشته باشه خیلی خطش قشنگه. خطش قشنگه، پول داره. ولی خب این نکته که هست که الان 50 میلیارد پول این خطر نداره که مثلا این مثلا ثبت نامی بوده. من فکر نمی کنم چون اوایل که اومده همه خط کد 1 بودن. آها این خط کد 1 کد 2 بودن. آره اولش که اومده که بهترین خط 911 بوده، بعد اومدن آپدیت دادن مخابرات آقا 12 میشه، بعد یه سری کد یه سری شهرها عوض شده، ولی در نهایت این کد 6 اصلا خیلی بدتر از حدود 30 سال پیش که اولین خط اومدن این خیلی بدتر اومده. 6 برو خط بعدی 912 1100. من میگم ایران نیست. یه دونه از اون مات مهمون میکنیم. این آقا توی اسپانیا ویلا داره 100%. خب کارخونه داره، نگه کارخونه داره معمولی. کجای اسپانیا؟ بارسلونا. ایبیزا چی میپوشه؟ اینو من خیلی درکش کنم. من سفر قبلی که رفتم ایبیزا ندیدم. من رفتم توی یه پارتی شبانه دیدمش، یه پیرن راه آبی آسمانی با راه سفید. کچله ریش نداره. کچله ریش نداره. یه شلوارک که شیری پوشیده بود با یه کفش کالج قهوه‌ای چرم، با یه عینک لویی ویتون، یه رولکس داشت. به نظرم یه عینک مثلا ریبن طلایی داره، چون یه ذره سنش رفته، مثلا یه زندان اولش بعد کلا ریش نداره، مجرده 40 خورده مجرده ولی اشغال به راهه 100%. من همیشه حالت دارم، ولی وقتی که ایران میاد به نظرم میره تو پنت هاوس الهیش، مثلا سالی چه میدونم 2 ماهش ایرانه. خب مثلا پروژه‌های ساخت و ساز رو میخواد درست یعنی کنه، پولش رو پخش میکنه، کارخونه خفن داره. این اصل سرمایه‌گذاریش داخل ایرانه، ولی پولی که از این سرمایه‌گذاری برداشت میکنه رو به نظرم میبره کشورهای دیگه. خطاشو ببینم خیلی ترسناکه. قیمت بالای این خط نمیتونی روش تو ارزش بذاری. چرا؟ چون بسیار تعداد کمی ازش هست. مثال میگم و متشکل از 2 عدده. درسته و خوش آهنگه، یعنی کلا 2 عدده. توی دهان میچربد. آفرین. دهی به اصطلاح هزاری درستی هم هست. 1100. هم بچه‌ها الان بریم مثلا می‌خوایم یه جا بشینیم، من میگم سلام
سلام، خوب هستی؟ شماره مثلا شما میگی شماره‌تون رو بده. شماره‌تون رو لطف می‌کنید؟ 912 بله. 1100. یه نگاه اینجوری مثلا میری خانم منشیه داره اینجا تو سیستم وارد میکنه. شماره تلفن رو عرض کنید. عرض کن. 1000 1100. نگاه اینجوری به شما میکنه که همون رو می‌ذاری شما گوشیش. واقعی. آقای شما خب شما امشب کاری نداری؟ من امشب بیکارم. امشب داغم. خانم منشیه حاتیستم. آره خانم منشیه یا رفتارش بهتون عوض میشه. حتی بعدی نگفتی چند میارزه؟ منشم بالای توضیح 50. دادم. 100% بالای 50. من میگم حدودش 200. به چه علت؟ یکی اینکه 1000. خب خط 1000 شما نگاه کنید 7 رقم کلا، خطی باید 912 باشه. این از این. بعد از اون کلا 7 رقم میمونه. 1004 رقمشو میگه، میمونه 3 رقم دیگه. یعنی کلا 999 تا خط هزاری وجود داره. 1000 تا ببخشید. و اینکه دو تا 1000 تا خط هزاری کلا تو کل ایران وجود داره. یعنی این یکی از 1000 نفریه که یک اینا رو داره و احتمالاً گرونترینش هم داشته باشه. من حتی فکر می‌کنم مثلا 1111 هم به قیمت 1100 نباشه. احساس من اینه. حالا شما بیا این خط رو الان گفتی. خب این بحث مقایسه. بریم بحث مقایسه، چون می‌خواستم همین رو بگم. 911100 یا 91171. من یه سری سوالا در مورد این خط پرسیدم از چند نفر، چند جا زنگ زدم. سوال چالشی بود. بذار یه توضیح مختصر توضیح می‌کنم. مختصر بود. آره سوال خیلی قشنگ بود. من چند جا سوال کردم درباره این خط و دیدم آقا کلا خط این شکلی که آقا هم کد اولش سر شمارش یعنی هم بقیه ارقام یک عدد باشن، کلا 2 تا از تو شبکه. یکی 933.73 یعنی 09 9 تا 3. یکی هم این مورد که یکه. به نظرم این خط از اون خط هست که قیمت نمیشه روش گذاشت. من پرسیدم بهم گفتن 700 میلیارد. منتها من نمیدونم که من خریدار واقعا خطاب کردن تو ذهنشون این قیمت گفتن یا قیمت گفتن که آقا بپری بری. این ببین 700 میلیارد خیلی پوله برای سطح، برای هر چیزی 700 میلیارد خیلی پوله و برای اون کسی که سرمایه‌اش هزاران میلیارد هم هست باز 700 میلیارد مثل 3-4 میلیارد مال یه آدم میلیاردر نیست. 700 میلیارد خیلی پوله. خیلی رقم درستیه. و اینکه یه چیز دیگه که هست 10 میلیون دلار میشه و اینکه یه حسی میگه که این طرف داره حالت سوء استفاده ای میده. یعنی چی؟ یعنی هر قیمتی میخواد یعنی میده. هر قیمتی میخواد میده. نخواستی. من به نظرم نیازی هم به پولش نداره. منم جاش بودم این کارو میکردم. چرا؟ چون که نیازی به این پول نداری وقتی یه همچین پول فقط میخواد صرفا یه چیزی رو بپرونه که اگر گرفت یه سرمایه مثلا قابل توجهی برای اون فرد قابل توجهی به دستش بیاد. موافقم. ولی برای یک انسان نسبتاً پولدار خط 912,100 انتخاب منطقیه. 100%. و این نمیتونی به نظرم قیمتاش قابل قیاس نیست که اصلا بتونی. بعد حالا یه نکته دیگه ای که هست، اگر کسی بخواد 700 میلیارد پول بده میره 912.71 رو میخره. فکر میکنم گرونتر باشه. بالای 700 میلیارد. فکر میکنم تا 1000 میلیاردی باشه. چون چیز عادی نیست، چیزی هم نیست که تکرار شه. ولی این بنده قلبی 900 به این 71 رو خب کمتر از 1 2 3 4 5 6 7 دوست دارم. ببین درسته که یه چیزی هست که شما کلا یه عدد میگی 71 ولی اون یه ذره بامزه است. میتونی بریم اونجا بشینی؟ خانومه تو مثلا بشه خانومه. سلام. خوب هستی؟ سلام. من تو باشگاه مشتریان عضو تو. حتما. بله. شما اسم بفرمایید. 912 تا 7 بشمار. اینجوری میشینی شما خانم است که اینجوری میاد برات بزن. نه دیگه اینا فکر نکنم. وقتی تو شمارت 1 2 3 4 5 6 7 بشه یا میگه آقا بله تو 7 بشماری خانم، میگه 1 تا 7 سوالیه بشمار. آره
نه چه سوالی آقا؟ این اینطوریه که شب چه خبره. اون برای که کار چیه برو که بریم همونجا خبرها آقا بس یه ذره زشت میشه. برو آقا بعدی بیا یه خط مثلا یه ذره نورمال تر مثلا آره یه ذره وسط شهر. ببین من یه خط خب قلبی خط رو دوست دارم. 912 121 شاید بگید که این خط چیه؟ فکر کنم رهبر باشه خطش. ببین این که 100% دیپلماته. 100%. خب یه دونه دو تا گوشی داره. یه دونه آیفون 15 پرو با یه دونه 12 پرو. این برای اون زنه، این برای اون زنه. بعد یه دونه میگه زیر مثلا کفی ماشینش قایم میکنه میگه گوشی رو زنه نمیفهمه. زنه که رفت این گوشی رو میزنه ماشینش چیه؟ ماشینش تیگو 8 پرو مکسیه که ماشین سر پروژه پروژه کجاست حالا؟ پروژه کجاست؟ پروژه رو بگو شما. به نظر منطقه 1 نیست. منطقه 2-3 برای ملحق پروژه ریا نشه. تواناییشو داره ولی میخواد تعداد بیشتر کار کنه به نظرم. به جای که یه دونه مقدار رو بیشتر میکنه. به نظرم اینجوری فکر میکنه. مایندستش فرق میکنه این ذره با اون آقایی که 111 و توانشو داره 111 بخره. ولی میخواد مزاحم نداشته باشه. و این آدم تو سن کم پولدار شده. موافقی؟ ممکنه مثلا 16 سالگی این خطر خریده. آره. از ماماش هم پول نمیگیره ها. اینا کاتشه. ولی خوبه. مثلا به نظر من هم همینطوره. 16 سالگی خطر خریده رسیده. خواسته بیاد تو بازار گفته آقا مثلا با یه خط اعتباری نیام تو بازار که مثلا با یه خط آره یه اعتباری داشته باشه چون سنش هم کمه بالاخره نیاز داشته اون زمان که یه جوری خودشو بکنه تو چش افراد ثروتمند که بتونه باشون همکاری کنه. تو چش افراد 70 ساله خودش بدبخته و من 128 11 چه زندگی کرده یا چه زندگی کرده موقع چه پولی در میورده. چه پولی در میورده. سال 93 به نظرم این خط خریده چه پولی داشته در میورده. خب برو خط بعدی. خط بعدی 13000 13000 نه حرف داره نه حریف. ولی به نظرم اونقدری که قیمت مثلا ببین این مثلا قیمت 12000 به نظرم خیلی از این بیشتره چون 912 دیگه. اون 912 نمیتونم بگم چقدر قیمت میخوره. هیچ ایده ای ندارم. اما به نظرم این خط من اگر به شخصه بودم 50-60 تومن به این خط بیشتر بودم. 13000 نه ولی من بودم میدونی چیکار میکردم؟ یه خط هست ما قبلا درش صحبت کردیم 912 123 22 33. این خط به نظرم قیمت زیادی نداره ولی ارزش زیبایی همین رو خواستم شما بگم. ببین الان این شما این الان 13000 بالای 50-60 تومن پولشه دیگه. فکر نمی‌کنم. بگو 30-40 تومن مثلا. نه خیلی بالا رفتی. 20 تومن دیگه. آقا 5 تومن 4 تومن. من میگم 4 تومن. من در مقایسه با این خطی که شما گفتم اونو میخرم بقیه‌اشو میذارم تو جیبم صفا میکنم. نه دیگه نشد. اومدی نسازی. 123 رقیب 22 33. من 123 رو واقعا وزن خوب شه ان شاءالله تربیه میبینم ولی رقیب این خط سره 13000. ببین 13000 آره. به نظرم به خاطر کدش که میشه 131 من قبول دارم که این خط خوبه ولی من این لحاظ جیب مردم اقتصاد علم پیچیده‌ایه. اقتصاد خب جیب مردم کنید اقتصاد علم پیچیده‌ایه. بعد شما 8 بخره بکشه کنار کارش را میفته. آره. یه مثلا به نظر من یه آدم کارمند یه کد 8 احتمالاً حتی اقساطی هم شده میتونه تربیه ببینه با 80 تومن 40 تومنشو بده موقعشو اصلا 20 تومنشو میگن بده 20 تومنشو و کلاس کارشو به اندازه‌ای که نیازه درسته که الان مثلا یه بحث دیگه هم ما میتونیم انجام بدیم که 912 خب ما خیلی خط داریم مثلا 912 مثلا 271 من این خط جدید دیدم بذار روش بخونم مثلا یه خط در پیته ولی 912 مثلا 912 452 0608
این کار تو را میندازه. کار تو را ولی میندازه. کی هستی؟ مثلا ساختمانسازی نه کار تو را نمیندازه. میگن یارو در پیته 2 روز اومده تو بازار. ایناست که فقط میگن 912 داره. فقط یه چیز گرفته 912 باشه. نه اون حرفو به حالا شما میزنن. حالا شما دیسلایک میکنن ویدیو رو. به نظرت 912 در پیت یا یک مثلا 900 مثلا یه 19 خوشگله. مثلا این 919 خوشگلیه مثلا 19 خوشگل چقدر خوشگله؟ 1 2 3 4 5 6 7 919 خوشگله من میگم. نه بعد سوالو ترک کرده احساس میکنم. ببین من میگم مثلا یه 900 نه اونقدر خوشگل اون خط الان 3 تومن پولشه 2 تومن پولشه. خب حتما. خب اینی که دارم به شما میگم مثلا در مقایسه با یه خط مثلا فرض کنید یه 900 مثلا میگم 36 مثلا یا مثلا یه 916 خب مثلا یه 916 444 بقیه‌اش داره شماره افراد نزدیک رو میگه. بله خیلی نزدیک. بله اصلا بغلم نجسته. ولی خب توجه شده این که چه باده که هنوز نیومده ما اپراتور حامله برید وبسایت همراه اول هیت بدید به همراه اول. وقتی که ما معروف شدیم هیت بدید همراه اول. بله. خب من میگم این یه خطه مثلا شما درسته میگی به طرف 912 الان مثلا فرض کن نه توجهشو جلب نمی‌کنی. من مثلا اینجوری هم که من به تو بگم شماره ها بزن. خب من میگم 912 تو میگی 912 داره از یه فیلتری رد شد. از یه فیلتری رد میشه بعد ادامه یارو داره ادامه داره تموم نمیشه. این فیلتر ادامه داره بعد یارو چی میشه یارو میشه مثلا 351 63 74 مثلا این یه چیز در پیت. خب این تو رو یه ذره میگی که نه دیگه ببین نشد 912 شد که زیاد دلمو زد حال نکردم باشه. ولی یه وقتا یه مثلا 919 میبینی خوشگله مثلا 919 100 مثلا 100 250 یه 900 حتی که بیشتر شد یه 919 هست 902 902 2 0 حالا بقیه‌شو کار نداریم خطای من ریختی واسه حالا کار نداریم میگم یعنی یه خط اینجوری و مثلا یه خط هست خیلی رونده 904 50 مثلا بنده من اینجوری نبید من خودم جدیدن این خط خریدم همراه اول کد 1 120,000 تومان نمیفرستن فعال نمیکنه. خب جنبندی رو تموم کنیم. آره به نظرم این سری ویدیوها میتونه خیلی ادامه داشته باشه و میتونیم خطوط یه ذره گشت نرمال تر یعنی نرمال رو به بالا مثلا یه کد 2 خوشگله نه فقط صرفا کد 1 و میتونیم اینو با مثلا مقایسه کنیم بررسی و تحلیل مقایسه کنیم مثلا یه کد 2 مثلا چقدر یومینی یه کد 2 مثلا ترتمیز از یه کد 1 در داغون 197 مثلا خیلی بهتره 100%. اگه یه مثلا 220 حالا مثلا اینا میگیم و دیگه جمع کنیم شما بودی یه کد 2 ترتمیز یا 353 4 تا 0 جفتشون در تمیز چیه؟ تمیز توضیح بدی من. تمیز چقدر تمیزه؟ پاکی یعنی چقدر تمیزه؟ یعنی مثال 220 مثلا 80 آره خب مثلا اینو شما باشی 353 4 تا 0 353 4 تا 0 خیلی خوبه. کد قومه. ببین بذار که وارد این بازی کد کجا هست نشه. قومیا هیت بدید. قومی. حالا شما باشی کدوم؟ 353 اجازه میدی من بنویسمش به چشم ببینمش. به چشم ببینم. 353 یه ذره 353 رو برمی‌دارم. 4 تا 0 تو شمارت باشه. کار نداریم برگشتیه. قیمتش هم بالا علاوه بر قشنگی. 2 تومن مثلا؟ نه. ولی چقدر مثلا یه خطی هست 1 و 400 500 نه خیلی پایین‌تر 800 900 تومن. آره چرا این حرفو میزنم نه حساب کنم 1 و 200 مثلا باشه چرا چون که یه خطی از 704 4 تا 1
اینو هولش 1 تومن قیمت دادم. حالا میگم شاید از سری ویدیوهای بعدی ایشالله که این مقایسه ها رو انجام بدیم. خب خیلی ممنونم که ویدیوهای ما رو دیدید. امیدوارم لذت برده باشید. لذت چون ما که لذت بردیم بعد فکر نکنید ما دیوونه میوونه امیدوارم ما رو درک کرده باشید. نه خودتون اگر اولین باری که این ویدیو رو یعنی وارد دنیای خط میشید مثل خیلی از آدمایی که به ما گفتن میگید که شاید اینا دیوونه ولی میبینید که خودتون وارد سایت روند داتایا شدید و اون سایت چک نکنید. اون سایت از پی اچ بیشتر برابره. اون سایت هیچ وقت چک نکنید روند داتای آر رو چون که یهو میبینی که 3-4 ساعت در روزتون رو بدی میفته. کار زندگی میفته. بله. بله. بدرود.